خب سری آیفون 15 بالاخره معرفی شد و من قصد دارم دو تا گوشی اولش رو براتون شرح بدم که چه چیزایی داره آیفون 15 و آیفون 15 پلاس. علاوه طراحی هیچ فرق با نسل قبلیشون نکردن. مهمترین نکتهش اینه که جزیره پویا اضافه شده و از شر پورت لایتنینگ خلاص شدیم و USB-C عزیز جایگزینش شده. صفحه نمایش آیفون 15 6.1، آیفون 15 پلاس 6.7 و حد اکثر روشناییشون تا 2000 نیت افزایش پیدا کرده که 2 برابر نسل‌های قبلیشونه. دوربین اصلی هر دو تا گوشی 48 مگاپیکسل، دوربین فوق عریضشون 12 مگاپیکسل. عرض شود که دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی هم دارن. قابلیت فیلمبرداری 4K هم که 100% وجود داره. باتری آیفون 15 و 15 پلاس طبق گفته خود اپل تا 1 روز کامل دوام میاره. تراشه این گوشی A16 که پارسال تو مدل‌های پرو دیدیم. قیمت آیفون 15 تو نسخه پایه $799 و قیمت آیفون 15 پلاس تو نسخه پایه $899.